اگر شما امروز معلم بودید اولین چیزی که به دیگران یاد می‌دادید چی بود و چرا؟ من سعی می‌کردم اولین چیزی که به بچه یاد بدم راهروش زندگیشون که اصلا میخوان چیکار کنن. یه شغل به هر حال باید انتخاب کنن دیگه. تو حرفه‌ای که هستی باید خودتو بهترین نشون بدی. راجع به حقوقشون باید حتما یاد گرفته باشن که چه حقی دارن، چه حقوقی دارن، جایگاهشون تو جامعه چیه و چه چیزی باید داشته باشن و به دست بیارن. یک هدف برای خودشون انتخاب کنن و یک خواسته مهم داشته باشن. من یاد میدادم که آدم بتونن برای خودشون حد و مرز داشته باشن و یه جورایی بدونن چه جوری زندگی کنن، چون که واقعا خیلی‌ها داخل این نسل درگیر حواس پرتی ان و خیلی مشکل دارن تو زندگیشون. منم یاد میدادم که آدما خود واقعیشون باشن و از کسی تقلید نکنن، بتونن اون چیزی که واقعا درون خودشونه رو به جا بیارن. در جامعهتون مفید باشین و در اون جامعه که تحصیل میکنین در اون جامعه خدمت کنین.